به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند علاقه‌مندان به فوتبال. 17 اسفند ماه 1395 بخش مستقیم دیدار تیم‌های فجر سپاسی شیراز و بادران، مسابقه ای از چارچوب رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه کشور که بسیار بسیار حساس است برای فجر و بادرانی‌ها برای صعود و فجری‌ها متاسفانه برای فرار از سقوط می‌جنگند. امیدواریم شاید یه بازی خوب و مهیج باشیم. بازی در ورزشگاه شهید دستقی به شیراز به انجام میرسه و مراتب آغازین کار انجام شد. کاپیتان امروز تیم فجر سید احمد حیاتمنش هست با یه تیشرت سفید رنگ که عکس حمید جوکار روش منقش شده بود وارد زمین شد. حمید جوکاری که متاسفانه رباط صلیبی پاره کرده، کاپیتان با تعصب تیم فجر، همین هفته پیش بود که در تهران عمل کرد. آرزوی سلامتی داریم برای حمید عزیز، بازیکن همیشه با غیرت تیم فجر سپاسی، و امیدواریم که هرچه سریعتر به میادین باز بگرده. سفید پوشان تیم بادران که یکی از تیم‌های خوبه این فصل از رقابت لیگ یک هستن، در نیمه اول از سمت راست به چپ تصویر میزنن. یه لحظه هم تصویر آقای جواد شرفی رو دیدید، داور وسط این مسابقه از خوزستان. با سوت این داور آقای شرفی بازی شروع میشه. توپ در زمین تیم فجر هست. زندوی یه لحظه روی توپ اثر میگذاره. مدافعین بادران هم توپو برمیگردونند. توپ در زمین تیم بادران هست. من نفرات دو تیم رو توی فرصت مناسب سعی میکنم خدمت شما معرفی کنم. خطا به نفع تیم فجر سپاسی است، خطایی که به روی علی غلامرضاپور انجام شد. همین بازیکن که از خوبهای تیم فجر هست، با تعصب فراوانی بازی میکنه. علی غلامرضاپور در روزهایی که فجر اصلا حال و روز خوبی نداره چپ و راست هم بدشانسی میاره. در بازی هفته گذشته که انصافا خوب بازی کرد و اکثر لحظات بازی در برابر کسیمای صدرنشین یعنی ملوان صاحب توپ میدان بود، اما بازی رو یکیش باخت. با سومین باخت پیاپی این تیم در 3 هفته اخیر رقم بخوره و بیش از پیش به منطقه خطر نزدیک بشن. واقعا کسی فکرش نمی‌کرد که فجری که پارسال تا ثانیه‌های آخر مدعی اصلی صعود به رقابت لیگ برتر بود، امسال برای نیافتادن به جنگه. کار هم بسیار سخته. فجری‌ها باید در بازی‌های پیش رو امتیاز بگیرن تا بتونن بمونن و به هر شکل باید منتظر باشیم و ببینیم چه اتفاقاتی رخ میده. یه فرصت برای تیم بادران در محوطه جریمه، یه لحظه روی توپ اثر میگذارن. خطایی در کار نیست. ایمان سلیمی، زندوی، بازی با ملوان اولین بازی این فصلش بود. پارسال هم عضو تیم فجر سپاسی بود. انصافا بازی قبلی هم بسیار خوب بازی کرد. زندوی توپ رو باید به بیرون بزنن تا به وضعیت بازیکن آسیب دیده تیم بادران رسیدگی بشه. حالا فرصت خوبیه که من نفرات دو تیم رو خدمت شما معرفی کنم. محمد عین‌افشار دروازه‌بان تیم بادران هست. ابراهیم کریمی، سید احمد مهدیزاده، بهداشت میساقیان، پسر اکبر آقا میساقیان، وحید فارغ فکر میکنم، مسعود ریگی، قائم اسلام خان، مصطفی نوروزی، سعید واسعی، رضا درویشی و علی خسرونژاد بازی میکنن با مربیگری آقای محمد ربیعی که سابقه هدایت تیم شهرداری اردبیل رو هم داره در کارنامه. پارسال هم مربی همین تیم بادران بود. در رقابت لیگ 2 این تیم بالا نیومد پارسال در رقابت لیگ 2، اما خب با خرید امتیاز تیم پارسه گام به رقابت لیگ 1 گذاشت. گفته میشه تیم بسیار خوب و با امکانات هست و به تمامی تعهداتش هم پایبند هست و حقوق و مزایای بازیکنان رو به موقع پرداخت میکنه که خودش واقعا جای تقدیر و تشکر داره از مسئولین باشگاه بادران. 2 ساله که کلا پا به عرصه وجود گذاشتن. یه حرکت از یار شماره 90 رضا درویشی، سابقه بازی در تیم سیاه جامگان در کارنامه او دیده میشه. این هم ابراهیم کریمی هست، سالهای سال در تیم راهن بازی کرد. راهن هم از اون تیمایی بود که حیف شد به رقابت لیگ 1 سقوط کرد. یه حرکت از فجری‌ها پشت محوطه جریمه، 1 و 2 بلند با فیاض بخش. سرعت توپ زیاده و میلاد فیاض بخش به توپ نمیرسه. این بازیکن بوشهری تیم فجر خوب بازی کرده در این فصل از رقابت لیگ دسته اول برای تیم فجر، اما در ترکیب تیم فجر امروز سید میلاد احمدیان به عنوان دروازه‌بان انجام وظیفه میکنه
احمد حیات‌پرست کاپیتان هست، علی زندوی، ایمان سلیمی، احسان جودکی، ایمان باصفا، میلاد فیاضبخش، محمد جواد جلالی، علی غلامرضاپور، میلاد صفایی و سهراب ادیب بازی میکنند با مربیگری آقا غلام پیروانی که شایدن در این مسابقه فجری‌ها به 3 امتیاز احتیاج دارند تا در ادامه رقابت‌ها امیدوار باشن به بقا. هر حال شرایط همینه دیگه، باید به بقا توی رقابت‌های لیگ 1 دل خوش کنیم. معلوم نیست که کی باید وضعیت فوتبال شیراز درست بشه و چرا این همه سقوط در کارنامه فوتبال فارس با این همه استعداد دیده میشه. قطعاً مشکل فنی نیست و عمده مشکل در این ناکامی ها به مدیریت ورزشی و فوتبالی برمیگرده. پرتاب توپ رو پسر اکبر آقا انجام خواهد داد. بهتاش میساقیان هر جا بره به همراه پدرش با اون تیم قرارداد میبنده، اما خب در ادامه مسیر هدایت تیم بادران اکبر آقا جدا شد از این تیم و فعلا هم به تیم سیاه جامگان پیوسته در رقابت لیگ برتر. خطا به نفع تیم بادران هست. بادرانی‌ها پارسال در دور دوم رقابت‌های لیگ دسته 2 یه بار با کارا بازی کردن که سعید آقای غلامزاده مربی تیم کارا توی اون مقطع بود و تونستن که متوقف کنن تیم بادران رو و اون بازی 1-1 شد در شیراز. احمد حیات‌پرست کاپیتان امروز تیم فجر سپاسی، صالح نیست امروز در بین 18 نفر. صالح خلیل‌آزاد دروازه‌بان خوب تیم فجر که امروز حضور نداره. ضربه سر رو صفایی میزنه. حالا فرصت برای بادرانی ها. زندوی، جواد جلالی که از خوبهای تیم فجر هست. محمد جواد جلالی، یه پاس به پشت مدافعین. صفایی، تماشاگران آقا غلام رو به شدت تشویق میکنند. به حال شخصیتی محبوب هست در بین هواداران. عرض کردم در سخت‌ترین شرایط ممکن هدایت تیم محبوب شهر خودش رو بر عهده گرفت. فجر که فقط 4 امتیاز داشت از زمان حضور آقا غلام، حالا 20 امتیازه هست. این آقای ربیعی بود. یه اشتباه از مدافعین تیم فجر پشت منطقه جریمه. واسعی از خوبهای تیم بادران، همین بازیکن مشهدی از همونجا ضربه‌شو میزنه. توپش به شکلی خطرناک راهی کورنر میشه. قبل از بازی هم مسعود ریگی بازیکن شماره 14 تیم بادران، کاپیتان پارسال تیم فجر، به شدت مورد تشویق قرار گرفت. صحنه اثر با هم ببینیم. خیلی خطرناک زد، خیلی خطرناک بود. تو با واکنش خوب میلاد احمدیان راهی کورنر شد. یه ارسال به روی دروازه و میلاد احمدیان، دروازه‌بان جوان آینده داره تیم فجر، در اختیار میگیره. سریع بازی رو شروع میکنه. شروع مجددش هم بسیار خوب هست. علی غلامرضاپور در مسافه نفر به نفر ابراهیم کریمی رو حالا از پیش رو برمی‌داره. باریکلا غلامرضاپور در محوطه جریمه رو به بیرون. فرصت برای ادیب. این ضربه از سهراب ادیب تو گل نشد. میتونست دروازه رو باز کنه سهراب ادیب، اما برشک توپ راهی کورنر شد. جدی‌ترین خطری که فجری‌ها بعد از موقعیت تیم بادران ایجاد کردن این چهره محمد اینفشار است، دروازه‌بان فصل گذشته تیم سیاه جامگان. با هم ببینیم. خیلی خوب کار کرد غلامرضاپور. یک در مقابل یک رو به راحتی آب خورد میگیره. به هر حال فجری‌ها با مشکلات فراوان مالی مواجه بودن. به رقابت‌های سیزم هم رفتن، اونجا هم کلی مصدوم دادن و کار آقا غلام واقعا سخت شد برای ادامه کار. مجید جلالی فر مصدوم شد اونجا. حالا فرصت برای تیم بادران. یه ضربه از مسعود ریگی، توپ از بالای دروازه به بیرون میره. مسعود معتقده که توپ راهی کورنر شده. مسعود بازیکن محبوب هواداران تیم فجر هست. خودش یه فجری اصیل هست و واقعا دلش نمیخواست از فجر جدا بشه.
دیگه باید بیان جواب بدن که چرا مسعود جدا شد از تیم شهرش. بارها و بارها که باهاش صحبت میکردم قسم میخورد که اصلا دوست نداشت که از فجر جدا بشه و تمام ذهنش درگیر تیم فجر بوده. در آخرین بازیش هم در شیراز یه گل با شکوه زد در بازی فصل گذشته در دیدار مقابل آلومینیوم عراق. اون روز دراماتیک که متاسفانه پایانی تراژدیک داشت و اون گل مسعود باعث به واقع صعود نشد در بازی با صنعت نفت. جودکی، ایمان باصفا، میلاد صفایی، تو به بیرون نرفت. واسعی یه بازیکن خیلی راحت، بازیکن سرحالی است این واسعی، 7-8 تا رو قول معروف از مقابل راحت برداشت. که از بازیکنایی که گفته میشه مورد توجه تیم‌های لیگ برتری هم قرار گرفته. سعید واسعی که بهترین گلزن تیم بادران هم با 6 گل هست. حالا روی زمین احساس ناراحتی میکنه. بادرانی‌ها کریم اسلامی رو هم گرفتن این فصل از سبا که این بازی فکر کنم محروم باشه و غایب هست در ترکیب تیم بادران. بهتاش میساقیان هم دارن پرتاب‌های بلند رو به ارث برده از پدر خودش و پرتاب‌های بلند رو در دستور کار قرار میده. یه فرجی دیگه هم در ترکیب تیم بادران البته روی نیمکت ذخیره هست. ابراهیم صالحی، اثرگذارترین بازیکن تیم فجر که متاسفانه نیم فصل جدا شد. با ابراهیم که صحبت میکردم، ابراهیم ابراز میکرد که واقعا دلش نمیخواست از فجر جدا بشه و فقط مسائل مالی باعث شد که از این تیم بره. یه پرتاب به محوطه جریمه، یه ضربه سر، فرصت برای با یاران بادران پشت محوطه جریمه و احمد حیاتمندش که به زیر توپ میزنه. مهدی زاده، فیاض بخش، مسعود ریگی، این افشار و حالا عرض کردم فجی‌ها بجز بازی با نفت مسجد سلیمان که انصافا ضعیف بودن در 2 مسابقه اخیری که باختن مستحق نبودن. به خصوص بازی برابر ملوان یه اشتباه نصف و نیمه رو میرفت که انجام بده و برشک احمدیانه که توپ رو به بیرون میزنه. دقیقه 11 مسابقه است. هر دو تیم یه موقعیت خطرناک رو داشتن. البته موقعیت فجی‌ها خطرناکتر بود. پرتاب به نفع تیم بادران هست. این سهراب ادیب هست. یه گل برای تیم فجر به ثمر رسون که دست برقضا همون گلش یه گل 3 امتیازی بود. بازی برابر ایران جوان گوشه گل سوم رو زد. فجرها 3-1 پیش افتادن، بعد بازی 3-2 شد. یه حرکت از بادرانی ها، واسعی میاره به محوطه جریمه. توپ در میانه میدان در اختیار سفیدپوشان تیم بادران هست. میساقیان، درویشی، سلیمی، کوتاه با فیاض بخش، یه تکل خوب از زندوی، پرتاب به نفع تیم فجر. در بازی همزمان هم نساجی و ملوان فعلا 0-0 هستن. مس و خیبر هم به همین شکل و نفت مسجد سلیمان خونه به خونه هم هست. ساعت 15:30 بازیشون شروع میشه. بازی ها بسیار حساس است. دیروز تیم فولاد یزد در بازی که خیلی هم خوب بازی کرد یه امتیاز گرفت از تیم مدعی سپیدرود. تماشاگران ابراهیم صالحی رو هم تشویق میکنن، بازیکن محبوب هواداران تیم فجر هست. خیلی خوب بازی میکرد برای تیم فجر. در آخرین بازیش هم در این فصل اول در همین ورزشگاه بازی خوب او باعث شد فجری‌ها یه برد ارزشمند رو در برابر خونه به خونه کسب کنند. کاملا روی توپ مسلط هست واسعی، بازیکن شماره 70 که محور حرکات تیم بادران هست. جودکی به زیر توپ میزنه، پشت محوطه جریمه، برمیگردونن فجری‌ها. یاران بادران توپ میدان رو فعلا در اختیار دارند. دقیقه 13 این پیکار
جواد جلالی، یه پاس برای ادیب، ایمان باصفا، علی غلامرضاپور، فیاض بخش، یه پاس بلند به عمق، توپ سرعت زیاد هست، اون گوشه زمین جلالی توپو در اختیار میگیره، اون هم تکنیک قابل قبولی داره، اما بازیکن تیم بادران راه توپش رو سد میکنه. باصفا از همونجا ضربهشو میزنه، توپش با اختلاف از بالای دروازه به بیرون میره. بر بازی رفت جعفر بزی در 96مین دقیقه اون پیکار بازی رو یکیچ کرد به نفع تیم بادران. حالا یه تماشاگرم داره، آره پارسال هم که اومده بودن روشگاه بعثت تماشاگر داشتند. بادران یه تیم خصوصی است، یه بازاریابی در واقع اینترنتی است، به هر شکل هر شهری که میره طرفدارای خاص خودشو داره. غلامرضاپور لیز میخوره و ابراهیم کریمی از بادران توپو در اختیار میگیره. سلیمی توپو به بیرون میزنه، پرتاب به نفع تیم بادران. فجیع‌ها هفته آینده باید یه پیکار فوق العاده حساس رو در برابر تیم خیبر انجام بدن. باصفا به زیر توپ میزنه، این چهره ربیعی است، با تیم شهرداری اردبیل سابقه باخت داره در برابر تیم فجر. بازی که 2 فصل قبل در قاره لیگ 1 انجام شد، یه بازی بسیار مهیج بود، هوای برفی و طوفان و همه چیز بود توی ورزشگاه حافظی. اونا 2-1 باختن. تیم همچین جونداری را هم داشت شهرداری اردبیل، همون تیم رو خود آقای ربیعی از لیگ 2 به لیگ 1 آورد، یعنی شهرداری اردبیل که پارسال عود شد. سلیمی، غلامرضاپور، میانه میدان توپ لو میره. اسلامخواه، درویشی میخواد دریبل دو طرفه بزنه، خطا انجام میشه به روی درویشی. تماشاگران تیم فجر هم مطابق معمول به شدت تیم خودشون رو حمایت میکنن. واقعا یکی از بهترین تماشاگران ایران هستن تماشاگران تیم فجر، با اینکه در حق تیمشون خیلی کم لطفی شده از سوی مسئولین و مدیریت و همه، اما پشت این تیم رو خالی نکردن و این تیم عشق خیلی از بچهای جنوب شهریه که تمام دلخوشیشون همین تیم فجر سپاسی هست. مسعود ریگی، یه پاس دقیق، فرصت برای تیم بادران. باصفا پوشش میده اونجا و حالا توپو دور میکنه. جواد جلالی از پشت سر میاد و درویشی توپو میگیره. و تحت فشار قرار گرفتن فجری ها و سفیدپوشان بادران توپو میدان رو در اختیار دارند. این بار دیگه جلالی بدون خطا توپو میگیره. صفایی آروم میکنن بازی رو. یکی از بازیکنان تیم بادران ناراحت بود که حالا بلند میشه و بازی رو دنبال میکنه. جلالی، غلامرضاپور، ایمان باصفا، دوباره جلالی یه تیکه توپو میفرسته برای غلامرضاپور. پرچم کمک‌آور اون سمت علامت آفساید بالا میره. این تماشاگران بادران من فکر کنم اصلا دو تا بازیکن تیم بادران هم نشناسن که دارن تیم بادران رو تشویق میکنن. پارسال هم که بازی با کارا بود کلا اصلا نمیشناختن بازیکن تیم بادران رو، همینجور دوره همی اومده بودن ورزشگاه. ریگی، میساقیان،
صفایی، فیاض بخش یه لحظه توپو لو میده، دوباره از چپ به حرکت در میان، تو سر توپ میزنه بازیکن شماره 99 اسلام خواه و جلالیه که اونجا حمله توپ میکنه. مسعود ریگی از پشت سر میاد و توپو در اختیار میگیره. پرس شدید در دستور کار بازیکنای تیم بادران. یه فرصت در محوطه جریمه، توپ به بالای دروازه زده میشه توسط بازیکن شماره 17 مصطفی نوروزی. آقای ربی رو ملاحظه میکنید، هم صحنه آسته، تو بلند فرستاده شد به پشت مدافعین، یه جورایی تک به تک بود، توپ از بالای دروازه به بیرون رفت. خطا به نفع تیم فجر هست. رقابت در انتها و ابتدای جدول، در واقع در صدر و انتهای جدول به شدت حساس هست. اصلا قابل پیش بینی نیست که کدام تیم صعود میکنن. جلالی توپش کوتاه فرستاده شد. یه حرکت خطرناک از بازیکنان تیم بادران. فرصت برای درویشی. چقدر پرتعدادن این سمت، چقدر پرتعدادن بادرانی ها. حالا واسعی وارد محوطه جریمه میشه و توپ راهی کورنر میشه. کورنر به نفع تیم بادران. تیم بسیار خوب و همچین سرحالی هست تیم بادران، برخلاف بازی رفت که زیاد خوب بازی نکرد تیم بادران، اما در نهایت برد. اما در این مسابقات حالا انصافا خوب بازی کرده. دست آقای پیروانی هم واقعا خالی هست. مسئولیت‌های پیاپی که بازیکن‌های تیم فجر ناشی از بازی‌های فشرده دادن کار رو سخت‌تر از قبل کرده برای آقا. حالا تو بلند فرستاده میشه به تیر دورتر. یه فرصت، یه ضربه سر و میلاد احمدیان به خوبی توپو در اختیار میگیره. مسعود ریگی میبره عقب‌تر برای ابراهیم کریمی. حالا توپو دور میکنند. ضربه سر رو میزنن بادرانی ها. زندوی فیاض بخش توپ در اختیار تیم بادران قرار میگیره. یه زمانی این ورزشگاه قلعه عقاب ها بود و فجر سیما رو 6 تایی میکرد. دو تا تیم توی این ورزشگاه در سال 91-92 در روابط لیگ برتر 6 تایی کردن. آلومینیوم و بندرعباس رو 6-0 بردند و بعدش هم قبلش هم آلومینیوم داماش گیلان رو 6-1 برده بودند. اما الان روزگار به گونه دیگری رقم خورده. ادیب از کمند این بازیکن عبور میکنه. سهراب ادیب بازیکن بلند قامت تیم فجر. جواد جلالی توپو یه تیکه میفرسته، در بین راه توپ به مسعود ریگی میخوره و این توپ که در نهایت لو میره. بدون خطا فجریات توپو میگیرن. ایمان باصفا میبره به سمت چپ زمین. جلالی خوبی از این بازیکن عبور میکنه در محوطه جریمه. فرصت برای فجری ها. یه موقعیت، این توپ که از کجا زد به بالای دروازه فیاض بخش. دومین موقعیت 100%. باید دیگه انصافا دروازه رو باز میکرد میلاد فیاض بخش. توپ رو از دو قدمی به کجا زدی آقا میلاد گل؟ با هم ببینیم. عالی کار کرد جلالی. دفع ناقص دروازه‌بان و دیگه باقی قضایا رو خودتون ببینید. اومد گل زیر تاقی بزنه که در ادامه ناموفق بود. توپ راهی کورنر شد. عالی کار کرد جلالی. دفع ناقص دروازه‌بان و اینم باقی قضایا. این دومین موقعیت 100% بازیکنان تیم فجر که تبدیل به گل نمیشه. دروازه‌بان تیم بادران عین افشار
مصدوم روی زمین هست. یه اشاره هم کنیم به تیم خوب برق نوین که با اقتدار به دور دوم رقابت‌های لیگ دسته دوم صعود کرد. تیمی که آقای رضایی به خوبی بست و صدر جدول هم تحویل داد، زحمات زیادی برای این تیم کشید و آقای شکاری هم انصافا ادامه راه آقای وحید رضایی رو رفت و با اقتدار به دور دوم صعود کردن به عنوان تیم اول. جمعه 20 اسفند ماه با شهرداری کاشان در همین ورزشگاه بازی میکنه. از عموم علاقه‌مندان به فوتبال شیراز هم دعوت میشه برای حمایت از تیم خوب بومی شهرمون. تو مجدد راهی کورنر میشه. این ایمان با صفا هست، هافک پرتلاش تیم فجر سپاسی. کورنر رو مجددا فجی‌ها میزنن، این بار بلندتر و مدافعین بلند قامت تیم بادران توپو برمیگردونن. خطا به نفع تیم بادران. آقای شرفی در سوت خودش به علامت خطا میدمه. بازی با آلومینیوم عراق هم او داور بازی فجر سپاسی و آلومینیوم در همین ورزشگاه بود که اون بازی 1-1 شد. عین‌افشار چشمانداز خوبی رو دارن مسئولان تیم بادران و امیدواریم که روز به روز شاهد حضور تیم‌های خصوصی باشیم که انصافاً به تعهدات خودشون مثل تیم بادران پایبند هستند. خطا به نفع تیم فجر سپاسی است. تماشاگران مشتاقی که توی یه روز کاری و میان هفته به ورزشگاه اومدن و تیم شهر خودشون رو تشویق میکنند. عرض کردم روزگار خوبی رو سپری نمیکنه فوتبال شیراز. شاید 10-15 سال قبل اینم معدود تماشاگران تیم بادران، شاید کمتر کسی فکرشو میکرد که 14-15 سال قبل وضعیت فوتبال در شیراز به این شکل پیش بره. سلیمی، یه تکل بلند از سلیمی. کریمی، یه پاس به گوشه زمین برای درویشی، توپ به بیرون میره. پرتاب به نفع تیم فجر سپاسی است. در اواسط دهه 80 و حتی اواخر دهه 80 فوتبال شیراز دو تیم در رقابت لیگ برتر داشت. فقط دو تا تیم هم در رقابت لیگ یک حرکت از فجیها زندوی بهتاش میساقیان توپو دور میکنه. پرتاب به نفع تیم بادران هست. 26 دقیقه 0-0 مساوی است. در تعداد موقعیت‌های گل فجیها برتری داشتن نسبت به تیم بادران، اما در کل توپ میدان بیشتر در اختیار تیم بادران بوده. پرتاب رو میساقیان باید انجام بده. با سپا یه توپ ربایی خوب انجام میده. یه پاس به پشت مدافعین. سهراب ادیب با سرعت به دنبال توپ حرکت میکنه، به توپ هم میرسه. بازیکن جوان تیم فجر. فیاض بخش یه سانت بلند و البته کم دقت توپ در اختیار دروازه‌بان عین‌افشار قرار میگیره. عین‌افشار، آقای شرفی رو ملاحظه میکنید، داور خوش اخلاقی که قضاوت بازی امروز رو بر عهده داره. اینم مسعود ریگی. خطا به نفع تیم بادران. خطا پشت محوطه جریمه از یه زاویه مناسب به نفع تیم بادران به دست اومده. بهتاش میساقیان پشت توپ هست. خود میساقیان پشت توپ هست. حالا توپ بلند میریزه به تیر دورتر. یه فرصت، یه ضربه سر و میلاد احمدیان توپ در اختیار میگیره. توپا رو معمولا به تیر دورتر میفرستن. ظاهرا آنالیز داشتن از بازی تیم فجر. حالا جلالی مشاهده کنید، خوبه این بازیکن جلالی. البته روی این حرکت نتونست که کاری رو انجام بده. بازیکن بسیار خوب و پرتلاشیه محمد جواد جلالی، بازیکن بومی تیم فجر. یک و دو میکنن فجری ها با بازیکن تیم بادران و
حالا دوباره محمد جواد جلالی، یه پاس بسیار خوب برای غلامرضاپور توی فضای مناسب. فرصت برای فجیحا هست، کم تعدادن در محوطه جریمه، مجبور میشه صبر کنه علی غلامرضاپور. حالا رو به عقب برای زندوی، باصفا پشت محوطه جریمه، ایمان باصفا به داخل میزنه، توپ رو هم لو میده. حالا در برگشت یاران تیم بادران، آفساید بود، یار شما 44 که البته 44 هم ندارن، فکر کنم 14 بود، 14 که مسعود ریگی هست. خسرو نژاد هست، اسمش در انتهای لیست هست در بین بازیکنان نیمکت نشین. این هم بهداشت میساقیان. فیاض بخش، جودکی، محمد جواد جلالی، ایمان باصفا در میانه میدان، پاس به پشت مدافعین، فرصت برای فجیحا، یه ضربه سر از علی غلامرضاپور و عین‌افشار که توپو در اختیار میگیره. محمد عین‌افشار خودش با زدن ضربه بلند بازی رو میاره به زمین تیم فجر. ضربه سر خسرو نژاد یه تیکه به بیرون میره. بازی 0-0 مساوی، 30 دقیقه از زمان بازی گذشته و نام تیم فجر سپاسی که تماشاگران فریاد میزنند. میلاد صفایی یه حرکت دو تیزا انجام میرفت بده. سلیمی توپو به میلاد احمدیان پاس میده، دروازه‌بان آینده داری که سابقه بازی در تیم پیکان در کارنامه‌اش دیده میشه. دوباره پاس به پشت مدافعین، ادیب توپو میکاره برای زندوی، علی زندوی توپو سانت میکنه و در نهایت توپ به بیرون میره. پرتاب به نفع تیم فجر هست. صفایی حالا توپو سان میکنه به تیر دورتر، فرصت برای فجیحا، یه ضربه سر نبود بازیکنی که اونجا بتونه توپ رو با یه ضربه وارد دروازه کنه. حدود 12 روز دیگه فیلمی که تصویر علی غلامرضاپور رو میبینید، 29 اسفند ماه سال روز شهادت شهید مجید سپاسی هست که در عملیات والفجر 10 به خیلی عظیم شهدای 8 سال دفاع مقدس پیوست. حالا میراث حاج مجید شرایط خوبی رو نداره و باید به این تیم رسیدگی بشه. حالا این که مسئولان باشگاه فجر به دلایل مالی نتونستن کمک کنن به کنار، اما میراث این شهید گرانقدر و سایر شهدای عزیز وطنمون باید پابرجا بمونه و عاملی بشه باعث در واقع برای شروع نشاط اجتماعی جوانامون. صفایی پشت محوطه جریمه، فرصت برای فجیحا، خود صفایی، حالا جلالی در پشت محوطه جریمه، شلوغ هست اونجا. غلامرضاپور، جودکی توپو سان میکنه روی دروازه، فرصت برای فجیحا، ادیب کنترل میکنه اونجا. فیاض بخش، حالا غلامرضاپور در محوطه جریمه، ادیب یه سانت زمینی در واقع که توپ در اختیار عین‌افشار قرار میگیره. حالا روی ضد حمله بسیار خطرناک میرن صاحب موقعیت بشند. واسعی خطرناکترین بازیکن تیم بادران هست. مشاهده کنید که به راحتی از بین بازیکن تیم فجر عبور میکنه. بازیکن پا به توپی که سطح بازیش بالاتر از روایت لیگ 1 هست به نظر میرسه. خوب بازی کردن فجیحا، انصافا موقعیت‌های خوبی رو تونستن که ایجاد کنند. بادرانی ها هم دست کم نگرفتن انصافا تیم فجر رو. بهتاش میساقیان ضربه کرنر رو باید روی دروازه ارسال کنه. حالا میساقیان دوباره بلند به تیر دورتر و ضربه سری که میزنن و میلاد احمدیان
توپو به راحتی در اختیار میگیره. حالا صفایی در یه ضد حمله خطرناک، فرصت برای فجری‌ها هست. پرتداد هم مثلا بازیکن‌های تیم فجر. فیاض بخش، میلاد فیاض بخش، صفایی، یه پاس خوب، فرصت برای جلالی، پرچم کمک داور. من فکر میکنم که آفساید نبود جلالی در منطقه آفساید، اما خب پرچم کمک داور علامت آفساید بالا رفت. بازی در اختیار تیم بادران هست. تصویر رو از سر اگه ببینیم مشخص میشه یکی از بازیکن تیم فجر که فکر کنم احمد حیات‌مندش هست روی زمین دراز کشیده. میتونیم حالا تصویر آهسته همون آفساید رو اگه همکاران عزیزم داشته باشن نشون بدن. بله متشکرم. این تصویری است که بازیکن تیم فجر صاحب شدن و توپو در اختیار گرفتند. با هم میبینیم، البته به صورت نصف و نیمه دیدیم. خطا کاملا مشخص از خسرو نژاد به روی ایمان سلیمی. ملوان یک گل به تیم نساجی زده در پیکار تیم‌های شمالی. ملوانی که از تیم‌های مدعی است. انصافا عرض کردم بازی هفته گذشته به خود ملوانی ها هم که سوال کنیم همینو میگن، بازی کاملا در اختیار تیم فجر بود، اما خب به بازی خوب امتیاز نمیدن و ملوانی ها از تک موقعیت نصف و نیمه خودشون توانستن که استفاده کنن. توپ به پای جودکی میخوره و بازی از مقابل دروازه تیم بادران به گردش در خواهد اومد. این احسان جودکی است، مدافع چپ تیم فجر سپاسی که برمیگرده و بازی رو دنبال خواهد کرد. فجر هفته آینده باید با خیبر بازی کنه، بازی که بسیار حساس هست. البته بازی تیم‌های نفت مسجد سلیمان و خونه بخونم بسیار حساس است برای تیم فجر، زمینه که دیروز ایران جوان خودش رو کند از بین تیم‌های سقوط کننده و دیگه ایران جوان خطر سقوط تهدیدش نمی‌کنه. 5-0 توانستن که به پیروزی برسن و یه جورایی تیم استقلال اهواز این کارش تمومه. خطایی در کار نیست. فیاض بخش توپ لو میده، فیاض بخش خودش میاد و مجددا توپ روایی رو انجام میده. یه ضربه بلند در میانه میدان. ایمان باصفا محور حرکات تیم فجر همین بازیکن محمد جواد جلالی است. یک دماغوری کار رو به راحتی ملاحظه میکنید رد میکنه، ارسال زمینی و توپی که راهی کورنر میشه. نیمه دوم قطعا رو خواهند بست بادرانی ها. ضربه کورنر به نفع تیم فجر. جلالی یه ارسال، یه ضربه سر، توپ از مقابل همه عبور میکنه. با صفا رها میکنه تا توپ بیرون بره. پرتاب در واقع نرسید به توپ، پرتاب به نفع تیم بادران هست. دقیقه 37 حالا بادرانی ها آرام آرام و با طمأنینه خاصی بازی رو شروع میکنن. در 10-15 دقیقه ابتدایی اونا توپ میدان رو بیشتر در اختیار داشتن، اما در لحظات سپری شده فجری ها بودن که صاحب توپ و میدان بودن. غلامرضا پور یه پاس به پشت مدافعین. ابراهیم کریمی اونجا رها میکنه تا توپ به بیرون بره. دیروز هم بازی‌های لیگ یک به انجام رسید. گلگهر 2-1 تیم مثل رفسنجان رو برد. سفیدود و فولادیه 0-0 شدن. اکسین یکیش به آلومینیوم عراق باخت. حالا واسعی، محمد جواد جلالی توپو از اون میگیره. جودکی، یه حرکت خوب از جودکی، اگه به توپ برسه که سرعت توپ زیاد بود و به بیرون رفت. راهن 2-0 باخت به تیم پارس جنوبی و ایران جوان بوشهر هم 5-0 تیم سقوط کرده حالا دیگه استقلال اهواز از مقابل برداشت و بقای خودش رو یه جورایی تضمین کرد. ابراهیم کریمی، خسرو نژاد،
یک حرکت از بادرانی ها، خطا به نفع تیم بادران. روی این گونه ضربات کاملا با برنامه هستن بازیکن تیم بادران، نباید خطا میدادن بازیکن تیم فجر، اما بر شک ضربه آزاد به دست اومد برای تیم بادران، خطایی که به روی اسلام خواه انجام شد. این سمت میکنم احسان جودکیه که روی زمین دراز کشیده، توپ از زاویه مناسب باید به روی دروازه فرستاده بشه. مصدوم هست جودکی، مدافع خوش اخلاق تیم فجر سپاسی. با هم صحنه آهسته رو میبینیم. این اسلام خواه است که حرکت کرد و خطا هم کاملا مشخص و درست بود از سوی آقای شرفی. توپ از زاویه مناسب توسط خود اسلام خواه یار چپ های تیم بادران باید روی دروازه فرستاده بشه. حالا توپو میزنن، این بار کمی کوتاه‌تر، فرصت برای تیم بادران و اونجا احمدیان طی یه رفت و برگشت توپو در اختیار گرفت. بسیار خطرناک هستن. به هر حال احساس ناراحتی هم میکنه احمدیان. حالا باید به وضعیت میلاد احمدیان رسیدگی کنند. بادرانی ها بیشتر روی ضربات ایستگاهی خطرناک بودند. با هم میبینیم نزدیک بود که دروازه باز بشه، اما احمدیان توپو در اختیار گرفت. آقای شرفی بالای سر دروازه‌بان حاضر هست. دوباره صحنه آسته رو میبینیم و در نهایت توپی که در اختیار میلاد احمدیان قرار گرفت. فجری ها تا حالا خوب بازی کردن در برابر تیم خوب بادران، تیم پر امکانات و پر هزینه بادران که اولین فصل حضور خودشو داره سپری میکنه. این هم بادرانی هایی که من قولتون میدم به خیلی هاشون که سوال کنی اصلا نشناسن و ندونن که بادران چه وضعیتی داره در جدول رده بندی. اما خب یه تیمیه که با هزینه شخصی داره اداره میشه و امکانات خوبی را هم داره. مهدی زاده بازیکن شماره 2 تیم بادران. تشویق بی امان تماشاگران تیم فجر، نمونه هستن واقعا این تماشاگران، بسیار متعصب و با احترام کارو دنبال میکنند. خیلی کم شاهد هستیم که حاشیه ایجاد کنند تماشاگران تیم فجر. بهتاش میساقیان یسان به روی دروازه، ضربه سر مسعود ریگی، غلامرضا پور، خود غلامرضا پور و بهتاش میساقیان که خودش هم فریب داد. یه لحظه یه پاس به پشت مدافعین. این سمت بادرانی ها توپو برمیگردونن، در میانه میدان توپ لو میره. حالا محمد جواد جلالی به یه مسافه نفر به نفر، ببینیم این بار میتونه عبور کنه یا اینکه خیر. این بار دیگه دستشو میخونه مهدی زاده. حالا یک و دوی موفق، فرصت برای تیم بادران توی یه موقعیت خطرناک. یه موقعیت برای تیم بادران، سرعت توپ زیاد هست و بازیکن شماره 44 علی خسرو نژاد به توپ نمیرسه و ضربه مقابل دروازه به نفع تیم فجر هست. 42 دقیقه حساب کار 0-0 مساوی است. فجری‌ها در 25 دقیقه اخیر بازی بهتری رو نسبت به تیم بادران انجام دادند. این سهراب ادیب هست، بازیکن اردبیلی تیم فجر که سهمیه زیر 23 سال هم محسوب میشه. میساقیان توپو میفرسته به پشت مدافعین. حالا درویشی بازیکن رونده تیم بادران پشت محوطه جریمه و این سمت با صفایی که توپو در اختیار میگیره. سهراب ادیب، غلامرضا پور، علی غلامرضا پور، خطا کاملا مشخص از بازیکن شماره 72 وحید فارغ. خب مثلا یه گل به تیم خیبر زده. این خبر خوبی میتونه باشه برای فجری ها، هرچند که اختلاف خیبر
7 امتیازه و یه بازی رو در رو هم دارن فجیع‌ها. ضمن که فجیع‌ها 2 بازی میشه گفت اثرگذار به جز بازی با خیبر با تیم‌های استقلال اهواز و فولاد یزد همین ورزشگاه دارن. محمد جواد جلالی پشت توپ، ضربه آزاد به نفع تیم فجر. عین‌افشار دیواره دفاعی رو مرتب میکنه. حالا جلالی ارسال خطرناک، ضربه سر از بازیکن شماره 72 این سمت صفایی پشو سان میکنه، یه تیکه یه ضربه سر از سهراب ادیب و حالا توی یه ضد حمله میرفتن که صاحب توپ بشند. یه اشتباه از جودکی در دفع توپ. حالا موقعیت هست برای درویشی، فرصت برای تیم بادران پشت محوطه جریمه، میخواد خطا بگیره. بهداشت میساقیان در لحظات واپسین این دیدار در نیمه اول. خود میساقیان، مسعود ریگی به خوبی منطقه بازی رو عوض میکنه برای یار هم تیمی. یه ارسال خطرناک و میلاد احمدیان که به راحتی توپو در اختیار میگیره. فیاض بخش 2 دقیقه زمان طرف شده برای نیمه اول این دیدار منظور میشه. ایمان باصفا، احسان جودکی، انصافا مثل کرمان و گلگوهر سیرجان از تیم‌های شایسته و لایق برای صعود هستن. ضمن اینکه تیم‌های سپید و دوملوان هم این وضعیت رو دارند. یه پاس به پشت مدافعین، عین‌افشار رها میکنه تا توپ بیرون بره. ضربه مقابل دروازه توسط عین‌افشار باید زده بشه. عین‌افشار ضربشو میزنه. محمد جواد جلالی توپو میگیرن بادرانی ها در میانه میدان. میساقیان، زندوی با سرعت به دنبال توپ حرکت میکنه. بازیکن خوبیه درویشی، حفظ توپ و حمله توپش ستودنی است. فارغ، یه پاس با پشت پا، سلیمی به زیر توپ میزنه. فیاض بخش او هم توپو بلند میکنه، یه ضربه سر. 2 بازیکن تیم فجر روی هوا بلند میشند. میساقیان، یه پاس خوب به پشت مدافعین. حالا فرصت برای تیم بادران، یه مسافه تک به تک، البته پرچم کمک داور به علامت آفساید بالا میره. باز هم واسطه‌ای در متن این حرکت قرار داشت. این بازیکن یا شماره 70 2 دقیقه زمان طرف شده هم دیگه رو به اتمام هست. آقای شرفی یه نگاه به ساعت خودش میاندازه و احتمالاً بعد از زدن ضربه احمدیان در سوت خودش به علامت پایان بازی در نیمه اول خواهد دمید. سوت پایان بازی در نیمه اول با تساوی 0-0 تیم‌های فجر سپاسی بادران به صدا در میاد. به همراه بازیکن دو تیم استراحت کوتاهی رو خواهیم کرد و انشاءالله با شروع نیمه دوم در خدمت شما عزیزان بیننده خواهیم بود. فعلا خدا نگهدار.
سلامی دوباره حضور شما عزیزان بیننده علاقه‌مندان به فوتبال و بخش مستقیم نیمه دوم دیدار تیم‌های فجر سپاسی و بادران تهران در خدمت شما هستیم. نیمه اول بازی 0-0 به اتمام رسید. یه موقعیت تیم بادران داشت، دو موقعیت 100% و فجیعات داشتن و کلا تیم فجر تیم برتر میدان در نیمه اول بود، اما نتیجه بازی 0-0 مساوی بود. سریع فجیعات بازی رو شروع می‌کنن. در نیمه دوم تغییری در ترکیب دو تیم انجام نشده. درویشی از تیم بادران، میساقیان. اما تیم بادران هم به ویژه در قسمت جلویی خودش تیم بسیار خطرناکی است، هرچند که در دفاع کاملا آسیب پذیر بود. حالا ضربه غلامرضاپور و توپی که با اختلاف از کنار دروازه به بیرون میره. روی نیمکت ذخیره‌های تیم فجر نام بازیکن‌های مثل سید محمد حسینی، علی مصلی نژاد، میلاد سارمی، بابک عبدالله‌زاده، سعید زاره، علی فتحیان و نادر محمد نژاد به همراه علیرضا ولیزاده دیده میشه. ضمن که دروازه‌بان ذخیره هم مهدی صدقیان هست. بهتاش میساقیان ضربه خطا رو باید بزنه. جلالی، غلامرضاپور در میانه میدان. بازی روی هوا هست و احمد حیاتمندش که به زیر توپ میزنه. حالا توپ به بیرون میره. آقای ربیعی سرمربی تیم بادران که جایگزین عرض کردم اکبر میساقیان شد، در لیگ 2 هم سرمربی تیم بادران بود. این هم آقا غلام با کارنامه درخشان در فوتبال کشور ما حدود یک دهه موفق رو در تیم فجر مربیگری کرد. آقا غلام پیروانی. فیاض بخش لب خط حفظ توپ میکنه. میلاد فیاض بخش اونجا کار گره میخوره و توپ به نفع تیم بادران به بیرون میره. توپ خورد به پای فیاض بخش و پرتاب در اختیار تیم بادران قرار میگیره. احمد حیاتمندش کاپیتان امروز تیم فجر. چند تا کاپیتان عوض کردن فجری ها. مهدی کریمی کاپیتان اول بود، حمید جوکار کاپیتان دوم، صالح کاپیتان سوم و حالا احمد حیاتمندش. صفایی، یک حرکت از صفایی، سهراب ادیب، محمد جواد جلالی شوت زنم هست، از همونجا ضربه‌شو میزنه. توپ به سر مدافع تیم بادران میخوره، باید توپو به بیرون بزنن، بازی رو متوقف کنند. جالب بازیکن تیم بادران خودش توپو به بیرون نمیزنه و حالا علیرغم میل باطنی توپ رو به بیرون میزنه. تا به وضعیت ابراهیم کریمی بود که فکر کنم توپ به سرش خورد، رسیدگی بشه. آقای شرفی کار خاصی براش پیش نیامد در نیمه اول و اتفاق بحث برانگیزی رخ نداد. امیدواریم که در ادامه هم به همین شکل باشه و یک قضاوت کاملا عادلانه رو از سوی این داور خوب فوتبال کشورمون شاهد باشیم. نیمکت ذخیره‌های تیم بادران یک از تیم‌های عرض کردم متعهد و البته پرهزینه رقابت لیگ 1 هست. کورنر به نفع تیم بادران. عصبانی شده آقای محمد ربیعی، چهرهش خیلی شبیه هادی برگیزره، مربی سابق فوتبال مشهد که البته هیچ نسبتی هم ندارن. جواد جلالی ضربه کورنر رو باید بزنه، کوتاه با میلاد صفایی. حالا جلالی توپ سان میکنه، خطرناک، یه فرصت برای فجی ها، دوباره توپ راهی کورنر میشه. سانت زیبای محمد جواد جلالی با واکنش خوب عین‌افشار راهی کورنر شد. این بار میلاد صفایی که خوب بازی کرده در این مسابقه میره از سوی دیگر میدان ضربه کورنر رو بزنه. عین‌افشار
مراقب اوضاع هست. صفایی سانت بلند او به روی دروازه و برگشت توپ. حالا ببینیم ضدحمله رو طراحی میکنه یا اینکه خیر. فرصت برای تیم بادران. بله ضدحمله طراحی شد. درویشی یه پاس تک به تک رو میفرسته که البته تکل خوب زندوی باعث میشه توپ این سمت راه کورنر بشه. فجیها با تعداد نفرات بالا در محوطه جریمه تیم بادران بودن. نزدیک بود یه ضدحمله خطرناک اونا رو غافلگیر کنه. کورنر این سمت به نفع تیم بادران و زننده کورنر مسعود ریگی است. حدود 6 سال رو در تیم فجر سپری کرد مسعود ریگی که از پیام مخابرات به سطح اول فوتبال کشور ما معرفی شد. باشگاهی که دیگه وجود خارجی نداره. مسعود ریگی سانت خطرناک. فرصت برای تیم بادران. توپ تیر دروازه اصابت میکنه و به بیرون میره. به هر حال خطرناک هستن. عرض کردم بیشتر حملات تیم بادران روی ضربات ایستگاهی و شروع مجدد هاست. با آنالیزی که انجام دادن ظاهرا نقطه ضعف فجیها رو اینگونه دیدن. با هم میبینیم ضربه سر زیبای بازیکن تیم بادران درویشی که البته میلاد احمدیان یه لحظه مردد بود در خروج خودش از دروازه. غلامرضاپور توپ رو کریمی از بادران میگیره. جلالی دوباره غلامرضاپور. آفساید. غلامرضاپور در منطقه آفساید قرار داشت و پرچم کمک داور به علامت آفساید بالا رفت. بازیکن شماره 2 سید احمد مهدی زاده هست. بازیکنی که سابقه بازی در تیم پیکان در کارنامه‌اش دیده میشه. اینفشار. جودکی ضربه‌شو میزنه به توپ راهی خارج میشه. پرتاب به نفع تیم بادران هست. خطا به نفع تیم بادران. نباید خطا بدن فجیها. مدام هم دارن توی این نقاط حساس خطا میدند. نقاطی که بسیار درش تبحر دارن بازیکن تیم بادران. سانترهای خطرناک، بازیکن‌های سرزن و به شکل ضعفی که مدافعین روی توپ‌های بلند دارند. خسرو نژاد پشت توپ هست. حالا توپو سال میکنه. یه ضربه سر از سلیمی که توپو برمیگردونه. حالا غلامرضاپور توی ضدحمله خطرناک. فرصت برای فجیها. علی غلامرضاپور صفایی رو میبینه. سریع برمیگردن بازیکن تیم بادران این سمت. یه پاس بسیار خوب اگه برسه به توپ فیاض بخش. کمی دیر رسید. حالا فیاض بخش در محوطه جریمه راحت توپ رو از دست میده. فیاض بخش بهتر از اینها میتونست از این موقعیت این بازیکن استفاده کنه اما توپ از مقابل دروازه به بیرون رفت. هافک دفاعی تیم فجر رو میبینید. ایمان ماصفا. اینفشار. یه ضربه سر از سلیمی. ایمان باصفا. محمد جواد جلالی منطقه بازی رو عوض میکنه به سوی دیگر برای زندوی. حالا فیاض بخش کوتاه و تکزب برای زندوی. ارسال زمینی. فرصت برای فجیها. غلامرضاپور و در نهایت میساقیان توپو دور میکنه. دوباره فجیها. موج بعدی حمله. خطا چی گرفت داور؟ بکنم خطا گرفت. آفساید ظاهرا اعلام کرده. بازیکن تیم بادران از عقب حرکت کرده بود. محمد جواد جلالی جودکی رو راه میاندازه. مهدی زاده برگشت توپ از سوی مهدی زاده. حالا دوباره جلالی این سمت. صفایی. جودکی. صفایی به خوبی توپ ازش میگیره. خسرو نژاد بازیکن پا به توپ تیم بادران. حالا یه ضد حمله خطرناک. این سمت توپ فرستاده میشه به روی دروازه و احمدیان به خوبی توپ در اختیار میگیره. دوباره هم احساس ناراحتی میکنه میلاد احمدیان.
توپو به بیرون میزنن. توپ رو به بیرون میزنند تا به وضعیت میلاد احمدیان رسیدگی بشه. دروازه‌بان تیم فجر نیمه اول یکی دو واکنش خوب رو داشت. میلاد احمدیان در صدر جدول فعلا گلگهر تیم دوم هست. سپیدود با 48 امتیاز تیم اول. اگه ملوان امروز ببره میاد و در صدر جدول قرار میگیره. البته باید ببینیم که مس هم اگه ببره میاد و در رده دوم قرار میگیره. مهداد کریمیان در کنار آقای داریوش صبوری و غلام پیروانی که با هم مشورت میکنند. خب مشکل احمدیان مرتفع میشه و اون میتونه بازی رو دنبال کنه. بادرانی ها هم توپ رو پاس میدن به دروازه‌بان تیم فجر تا روند طبیعی بازی پیگیری بشه. یه بار دیگه هم کنم روز جمعه از سری رقابت‌های لیگ دو مرحله دوم بازی تیم‌های برق شیراز و شهرداری کاشان در همین ورزشگاه به انجام میرسه و دعوت میکنیم از تمام تماشاگران و علاقه‌مندان بیان و از این تیم حمایت کنن. فرصت برای جلالی، توپشو از بالای دروازه به بیرون فرستاد. این علی غلامرضاپور یا همون شاهرخ غلامرضاپور هست، بسیار متعصب و جنگنده. و این هم ایمان سلیمی که او هم از خوبهای تیم فجر هست. میانه میدان مسعود ریگی، محمد جواد جلالی، بادرانی ها توپو در اختیار دارند. لب خط صفایی با جنگندگی به دنبال توپ هست. حفظ توپ خوب از بازیکن‌های تیم بادران. مهدی زاده توپو سان میکنه روی دروازه و از مقابل همه عبور میکنه و توپ به بیرون میره. بازی از مقابل دروازه تیم فجر باید به گردش در بیاد در دقیقه 58م، در حالی که بازی 0-0 مساوی هست و در نیمه دوم هم بازی متعادل بوده. میلاد احمدیان ضربه سر رو سهراب ادیب میزنه. داور بازی رو متوقف میکنه چرا که بازیکن‌ها از ناحیه سر احساس ناراحتی میکنن. برخورد داشت بازیکن تیم بادران با سهراب ادیب. امیدواریم مشکلی نداشته باشه سهراب ادیب بازیکن تیم بادران که ظاهرا خوشبختانه مشکلی نداره. با هم میبینیم توی برگشت با هم برخورد کردند، کاملا هم ناخواسته بود و باعث شد بازیکن تیم فجر سهراب ادیب مصدوم بشه. منتظر هستیم تا بازی مجددا پیگیری بشه. توی برگشت بعد جورم به هم برخورد کردند. امیدواریم که مشکلی نداشته باشه. خب ظاهرا خوشبختانه سهراب ادیب این بازیکن خوشقد و قامت بلند میشه و میتونه بازی رو پیگیری کنه. به هر حال عرض کردم دست آقای پیروانی واقعا بسته است. بازیکن خوبی هم مصدوم شدن. صادقی که گفته میشه بازی بعدی میرسه. هافک بسیار خوب تیم فجر در کنار رضا مرادی، مدافع مستحکم این تیم. ضمن اینکه حامد حیدری هم که از بازیکن‌های بسیار خوب تیم فجر در خط دفاعی بوده، او هم مصدوم شد، مثل مجید جلالی فر که شاید اگه این بازیکن‌ها می بودن در ترکیب شرایط به گونه دیگری رقم می‌خورد. این رضا درویشی است. نفت مسجد سلیمان هم فکر کنم سابقه بازی داره. درویشی
تماشاگران اندک تیم بادران تشویق ایسلندی رو که این روزها مرسوم شده در فوتبال کشور ما دارن انجام میدند. این سمت هم تماشاگران تیم فجر به تشویق تیم خودشون مشغول هستند. آقای غلام پیروانی مرد اخلاق و ادب، رسم جوانمردی در رفتار او کاملا دیده میشه. همچنان بازیکن تیم بادران مصدوم روی زمین هست. تماشاگران تیم فجر با شور و حرارت خاصی و با تمام وجودشون تیم فجر رو تشویق میکنن. عرض کردم تیم فجر تیم محبوب خیلی از شهرهای ایران هست. یه تیم کاملا کم بضاعت، محبوب، دوست داشتنی که همیشه با کمترین امکانات نتایج خوبی رو گرفته. بیش از 2 تیم بازیکن خیلی خوب معرفی کرده به فوتبال کشور ما. حالا نمونهش که این روزها خیلی بیشتر از این بازیکن‌های خوب میشنویم میشه به سروش رفیعی، محمد ایران پوریان، خالد شفیعی، ایوب کلانتری، مهدی رجبزاده و خیلی از بازیکن‌های دیگه اشاره کرد. شهرام گودرزی که همه دارن در لیگ برتر بازی میکنن. سروش که آقای تیم پرسپولیس هست و کاملا تیم پرسپولیس روی کاکل آقا سروش داره میگرده. فرشید اسماعیلی هم در تیم استقلال محشر داره بازی میکنه. عرض کردم بازیکن‌های زیادی هستن، حالا چه در گذشته و چه در امروز خاستگاهشون همین تیم فجر بوده و همین آقا غلام اونا رو به سطح اول فوتبال کشور ما معرفی کرده. روا نیست، واقعا روا نیست که در حق این تیم اون کسانی که میتونن کمک کنن کمک نکنن و اون وقتی که با تماشاگران فهیم و دوست داشتنی تیم فجر و با دلهای شکسته اونها مواجه هستند. ابراهیم کریمی توپ رو به بیرون میزنه. ایمان سلیمی رو میبینید. غلامرضاپور، خطا کاملا مشخص از ابراهیم کریمی به روی شارخ غلامرضاپور. ضربه آزاد به نفع فجری ها. خونه به خونه یه گل به تیم نفت مسجد سلیمان زده. این نتیجه خیلی به نفع تیم فجر، چرا که شاید تنها تیمی که میشه بگیریش به قول خود فوتبالی ها همین تیم نفت مسجد سلیمان هست. البته باید تا به انتها منتظر بمونیم و فجری ها هم باید بازی‌هاشون رو ببرن، نه اینکه فقط منتظر باشن و سایر نتایج تیم ها رو دنبال کنن. عین‌افشار هم حالا مصدوم هست، نیمه دوم بازی زیاد متوقف بوده. تیم استقلال اهواز با 53 گل خورده یه رکورد از خودش خلق کرده در 27 بازی و بدترین خط دفاع است. راهن هم با 39 گل خورده و فولادی هم با 36 گل خورده بدترین خط دفاع رو دارند. در سوی دیگر بهترین خط دفاع در اختیار تیم پارس جمع جنوبی است با 11 گل خورده، مثل کرمان 16 گل خورده و همین تیم بادران هم 16 گل خورده به همراه تیم سپیدرو. در واقع دومین خط دفاعی خوب رو تیم بادران داشته. از سوی دیگر بدترین خط حمله باز دوباره در اختیار تیم استقلال اهواز و فولاد یزد و فجر سپاسی خیبر بوده. یعنی همین تیم‌های انتهایی جدول. با هم این ضربه آزاد رو ببینیم. صفای توپو سان میکنه روی دروازه به تیر دورتر، یه ضربه سر خطرناک از زندوی، توپ از کنار دروازه به بیرون میره. این جودکیه که برمیگرده اما ضربه سر رو زندوی زد. خب مسجد سلیمان بازی رو 1-1 کرد. نفت مسجد سلیمان در دیدار برابر خونه به خونه. ابراهیم صالحی هم با همون شماره 13 خودش به زمین میاد. ابراهیم صالحی فوق‌العاده است. ابراهیم صالحی درگیری در میانه میدان، باید مراقب حرکات انفجاری ابراهیم صالحی باشن فجری‌ها. فوق‌العاده است ابراهیم صالحی. سهراب ادیب جنگنده و پرتلاش، یه پاس به عمق و به خوبی ابراهیم کریمی از تجربه بالای خودش استفاده میکنه و راه توپو سد میکنه.
یه پاس برای درویشی یه بازیکن از مقابل برمی‌داره، فرصت برای درویشی داره، همه را از مقابل برمی‌داره و جودکیه که به خوبی راه توپ رو سد میکنه. با ورود ابراهیم صالحی یه مقدار کار سخت میشه برای تیم فجر. یه حرکت دیگه از بادرانی ها، یه ضربه از فاصله دور، توپ راهی کورنر میشه. کورنر به نفع تیم بادران. بادرانی ها به دنبال کسب 3 امتیاز هستن از این دیدار. میساقیان حرکت میکنه تا ضربه کورنر رو بزنه. این کارو با مکس و تأخیر خاصی انجام میده. بهتاش میساقیان توپش رو سان میکنه به تیر دورتر. یه ضربه سر خطرناک از ابراهیم صالحی و توپی که از بالای دروازه به بیرون میره. خطرناک ابراهیم صالحی. پارسال بهترین گلزن تیم فجر بود. گل‌های فراوانی رو برای تیم فجر به ثمر رسوند. در این فصل اول هم 2 گل برای تیم فجر زد. ابراهیم صالحی در بازی با استقلال اهواز ایران جوان و بوشهر 2 گل برای تیم فجر به ثمر رسوند. سلیمی و میلاد احمدیان که توپ رو به بیرون میفرسته. با ورود ابراهیم صالحی یه مقدار فجری ها مجبورن که عقب‌تر بازی کنند. مسعود ریگی روی زمین هست، باید توپ رو به بیرون بزنند تا وضعیت مسعود هم رسیدگی بشه. بسیار با اخلاق و خوش رفتار هست مسعود ریگی، بازیکن شیرازی تیم بادران. امیدواریم که مشکلی نداشته باشه و بتونه بازی رو دنبال کنه. یه گل رو هم در این فصل مثل ابراهیم صالحی برای تیم بادران به ثمر رسونده. مسعود ریگی با شماره 6 در ترکیب تیم فجر بازی میکرد. عرض کردم اون گل به یاد ماندنی مسعود ریگی در بازی با آلومینیوم عراق در دقیقه 94 توی اون روز بارونی هیچ وقت از یاد هواداران تیم فجر نخواهد رفت. و شادی که فجری ها و تماشاگران این تیم در ورزشگاه حافظی انجام دادن. حیف و صد حیف و هزار حیف که اون برد تیم فجر منتج به صعود نشد و وضعیت فوتبال شیراز به این روز در اومد. شاید اگه این تیم صعود میکرد خیلی بهتر از اینها بود وضع فوتبال شهر ما. نه اینکه الان برای نیفتادن باید بجنگیم که اونم کارمون خیلی سخته. درویشی پیشانی خط حمله تیم بادران بسیار خطرناک، دونده، تکنیکی و سرعتی است. مجبورم بازیکن تیم فجر به فکر دفاع کردن باشن. یه جورایی شاید زور هجوم رو نداشته باشن نسبت به تیم بادران. مسعود ریگی منطقه بازی رو به سمت چپ عوض میکنه. میساقیان، درویشی، 2 تعویض همزمان در ترکیب تیم فجر به انجام خواهد رسید. ولیزاده و میلاد سارمی، بازیکن با تعصب تیم فجر میلاد سارمی به بازی خواهد اومد. او هم دونده و تکنیکی جنگنده هست. دقیقه 70 این پیکار، حساب کار 0-0 مساوی است. ابراهیم صالحی و احمدیان که توپو در اختیار میگیره. جودکی توپو میفرسته برای غلامرضاپور. لب خط علی غلامرضاپور تو سر توپ میزنه. جواد جلالی کنارش حرکت میکنه. توپ حالا به جواد جلالی میرسه. یه فرصت برای فجری ها و کورنری که به سود تیم فجر به دست میاد. میلاد سارمی جایگزین میلاد صفایی میشه. صفایی هم بسیار پرتلاش
و جنگنده در ترکیب تیم فجر